خداوند عزوجل در این آیت انصاریان را، یعنی صحابگان اهل مدینه را تحسین گفته، آفرین گفته. خداوند عزوجل در وصف انصاریان میگوید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بلکه بعضا از خودگذری داشتند. خواستم به هشام آب دهم که دیدم مجروح دیگر آه نالش میکنه. فاشار هشام ان انطلق الیه، هشام به من اشاره کرد که به او ده. و هشام نیز آب ننوشیده به مجروح دیگر فرستاده. فجئته فاذا به قد فاضت نفسه، میگوید من نزد مجروح سوم رفتم تا آبش دهم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان ارجمند، خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشان صحابگان یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را وصف و تحسین زیاد گفته است. از آن جمله آیاتی که در مدح و تحسین صحابگان است آیه است که در سوره حشر است. خداوند عزوجل در این آیت انصاریان را، یعنی صحابگان اهل مدینه را تحسین گفته، آفرین گفته. انصاریانی که مهاجران را، یعنی صحابگان اهل مکه را در شهر خود پناه دادند هنگامی که آنها مهاجر شدند از وطن خود، از مکه مکرمه، در نتیجه فشار و تعقیب کافران اهل مکه وطن خود را ترک کرده به مدینه هجرت کردند. انصاریان یعنی ساکنان مدینه که قبل از آمدن آنها ایمان آورده بودند، آنها را پذیرفتند و مهمان نوازی کردند و جوان مردی نشان دادند. خداوند عزوجل در وصف انصاریان میگوید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی آنها نه تنها آنچه که خدا برایشان داد دو تقسیم کرده نصف آن را به برادری مهاجر میدادند، نه، بلکه بعضا از خودگذری داشتند، بلکه آن نعمتی را که خدا به آنها داده بود، از لباس است، از طعام است، از مال است، گرچنده که خودشان به آن چیز نیاز داشتند به مهاجر میدادند، از خودگذری میکردند که در اصطلاح قرآن ایثار نام دارد. یعنی اگر انسان دو نان داشته باشد، یک نانش را برای برادری محتاجش دهد، این کرم است، این سخاوت است، یا جوانمردی است. اما هر دو نان را برای محتاج دهد و خودش صبر کند، این ایثار نام دارد، یعنی بلندترین درجه سخاوتمندی و کرم. صحابگان انصاری چنین میکردند، خود چیزی را استفاده نکرده به آن محتاج هم بودند و برادری مهاجر میدادند، برای محبتشان، برای دوستداریشان، برای جبران خاطر آنها که مال و وطن و هر چی که داشتند در مکه گذاشته به مدینه تنها با ایمان خود هجرت کرده بودند. اینجا که سخن از خصلت ایثار می رود، ایثار صحابگان، بیاید یک قصه جالبی را در تفسیر ابن عطیه المحرر الوجیز نگریم که امام آن را روایت کرده در تفسیر سوره حشر، در تفسیر زیر این آیه کریمه که تلاوت کرده شد آورده. ببینیم که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه این خصلت را در خود احیا کرده بودند و در حساس ترین، در خیلی حالت سخت ترین هم این خصلت از خودگذری را فراموش نکردند. این داستان جالب را امام ابن عطیه در این تفسیر و امام عبدالله بن مبارک در کتاب خود زهد روایت کردند. از ابوالجهم ابن حذیفه عدوی آوردند که میگوید طلبت یوم یرموک ابن عم لی فی الجرحى و معی شیء من الماء. از ابوالجهم ابن حذیفه عدوی که از صحابگانی است که در فتح مکه ایمان آورده و از نسبدانان قریش محسوب است و کسانی است که در دفن خلیفه بزرگوار ذوالنورین عثمان ابن عفان شرکت کرده. ابوالجهم عدوی میگوید من روز جنگ یرموک، بعد جنگ یعنی در میدان جنگ، پسر عمکم را میجستم در میان مجروحان. یعنی جنگ یرموک جنگ است که در سال 15 هجری میان مسلمانان و ویزنطی‌های رومی رخ داده مطابق 12 اپریل سال 636 میلادی که یکی از مهمترین جنگ ها در تاریخ اسلام و جنگی است که بعد آن نظام جهانی تغییر یافته و در آن 3000 تن از مسلمانان به شهادت رسیده. عدد مسلمانان 50,000 و عدد رومی ها 200,000 افسر بود. در این جنگ میگوید من در میدان جنگ پسر عمکم را میجستم، همراه هم مقدار آب داشتم که او را یافته، یعنی اگر زنده باشد آب دهم و در سر رویش یعنی آب پاشم. فوجدته فقلت اسقیک،
میگه من پسر عمکم را دریافتم، پیدا کردم و گفتم میخوام برایت آب دهم، یعنی نزدش حاضر شدم. فاشار ان نعم فاذا رجل یسیح، من وقتی میخواستم به او آب دهم صدای مرد مجروح دیگری به گوشی ما رسید که آه نالش میکرد. فاشار ابن عمی ان انطلق الیه، پسر عمکم از من آب ننوشیده به من اشاره کرد که به اون نزد برادرش روم، اون برادر مجروح دیگری که دارد نالش میکند. ابوالجهم میگوید فجئته فاذا هو هشام بن العاص، من نزد اون نفری که نالش میکرد آمدم، دیدم که هشام بن العاص است، برادری عمرو بن العاص فاتح مصر. فقلت اتشرب فاذا آخر یقول آهن، خواستم به هشام آب دهم که دیدم مجروح دیگری آه نالش میکند. فاشار هشام ان انطلق الیه، هشام به من اشاره کرد که به او ده، یعنی پسری عمکش آب ننوشید، به سوی این نفر فرستاد که هشام بوده و هشام نیز آب ننوشیده به مجروح دیگر فرستاده. فجئته فاذا به قد فاضت نفسه، میگه من نزد مجروح سوم رفتم تا آبش دهم، دیدم که جانش از تنش برآمده، وفات کرده. فرجعت الی هشام، به سوی هشام برگشتم که او را آب دهم. فاذا هو قد مات، دیدم که او نیز وفات کرده. فرجعت الی ابن عمی فاذا هو قد مات، نزد پسر عمکم آمده رسیدم، دیدم که او نیز مرده است. فعجبت من ایثارهم رحمه الله تعالی. ابوالجهم عدی میگه من از ایثار آنها، از خودگذری آنها تعجب کردم. واقعا در این لحظه سخت که این جنگ ماه اوگوست در این صحرا، در این گرمی این جزیره که معروف است رخ داده، در این حالت حساس که انسان در حالت احتضار و جاندهی خیلی به آب محتاج می شود، تشنه می ماند، در این حالت سخت، در این حالت جانگداز، در این حالت شدتی تشنگی، وقتی که آب به نزدش آمده و برادر مجروحش فرستاده و اون برادر به برادر سومی فرستاده. همین گونه دوستان عزیز، این 3 نفر مجروح که تنشان مجروح بود اما روحشان، قلبشان، ایمانشان سالم بود، خصلت از خودگذری داشتند و این خصلت را در آخرین لحظه حیات خود نیز فراموش نکردند. در شدیدترین حالت احتیاج به آب را از خودگذری کرده، آب را به کسی دیگر پیشنهاد کردند، هر 3 آب ننوشیده جان دادند. خداوند از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیروان ایشان و خادمان این دین راضی باشد. خدا یار و مددگارتان.